سلام و درود رفقا، امیرستار هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هرچند که حال خیلیامون تو این روزا خوب نیست. امیدوارم که این روزا بهتر بشه. و اینکه سریع بریم سر اصل مطلب. خیلیامون مشکل وی پی ان داریم. توی آپدیت جدید پروتون وی پی ان یه پروتکل اضافه شده که با رفتن توی تنظیمات و ست کردن این پروتکل میتونید به سرورهای رایگان پروتون وی پی ان وصل بشید. بریم که با هم توی تنظیمات و این پروتکل رو با هم ست کنیم. داخل ستینگ میرید پایین، قسمت پروتکل امکان داره واسه شما روی هر کدوم اینا باشه یا روی همین اولی اسمارت باشه. بیاید بذارید روی آخری سل و برگردید عقب و روی ندرلند بزنید کنسل. من نمیخوام سریع فصل بشه، روی ندرلند بزنید و یکی از سرورها رو با هم ببینید. خب همینجور که میبینید سریع وصل شد. اینم نموداریه که داره اینترنت رو نشون میده. برید تست کنید، امیدوارم که به کارتون بیاد و توی آموزش بعدی هم آموزش دور زدن نت ملی برای سیم کارت ها رو اینترنت همراه براتون میذارم. موفق و پیروز باشید.